سلام گایز، به مقایسه جنجالی علی جیدال با کوروش نجفی خوش اومدید. همراه من باشید. کوروش نجفی معروف به کوری از گروه خوانندگی وانتونز در 1 اردیبهشت تو سال 1374 تو تهران به دنیا اومد. کوروش اولین فرزند خانواده است و یک برادر کوچیک‌تر دارد. از بچگی به موسیقی رپ علاقه‌مند بود و طبق گفته خودش از 12 سالگی تو یک استودیوی کوچیک شروع به کار کرده و در 17 سالگی رسما حرفه خودش رو تو خوانندگی رپ ادامه داد. کوروش میگه از همون اول برای رپ کردن هزینه‌ای نداده جز اوایل کار که پول استودیوی کوچیکی رو پرداخت می‌کرده. بعد از اینکه تونست خودش استودیو بزنه دیگه پولی رو واسه رپ کردن نداده. ادعا میکنه که خانواده‌اش تو این زمینه پولی به او ندادن. علی غنی نژاد معروف به جیدال در 20 بهمن 1370 تو تهران به دنیا اومد. مادر او استاد آواز و نوازنده ستار بود. جیدال در دوران دبیرستان در رشته ریاضی فیزیک درس خواند اما به هنر علاقه بسیاری داشت. جیدال از سن 13 سالگی خوانندگی را شروع کرد. به گفته خودش در 14 سالگی یک تک آهنگ ضبط کرده. جیدال بعد از اینکه تو دانشگاه از رشته سینما و تئاتر انصراف داد به کار در شرکت‌های تبلیغاتی و رستوران و هتل در فرانسه پرداخت. جیدال تو سال 1388 آلبومی رو برای خودش ضبط کرد و تعدادی از آهنگای آلبوم رو گلچین به عنوان اولین کارهایش پخش کرد. کوروش این خواننده تو سال 1391 وارد گروه وانتونز شد و از اون به بعد با افراد گروهش از جمله سامیلو، آرتا و رها وانتونز موفقیت و شهرت زیادی تونستن کسب کنن و آهنگای معروفی مثل فدای سرت و دو صبح که با استقبال زیادی از طرفدارانش روبرو شد رو انتشار کردن. کوروش تو سال 2017 فعالیت خودش رو تو اینستاگرام شروع کرد. در واقع یک رپر نسل 3 شناخته میشه و کارهای خودش و گروهش رو تو اینستاگرام منتشر میکنه و در حال حاضر تو ترکیه زندگی میکنه. کوروش یک همراه و دوست دختر به نام هیلیا دارد. هیلیا در زمینه پوشاک و طراحی لباس فعالیت میکنه و اما جیدال در حال حاضر ساکن تورنتو است. او در چند سال بعد از فعالیت اولیه با ارسال ایمیل موزیک‌های خودش رو برای گروه پایدار فرستاد و با استقبال عرفان یکی از افراد گروه پایدار روبرو شد و فعالیت حرفه‌ای خودش رو داخل این گروه استارت زد. تاکنون همکاری‌های زیادی با اکثر خوانندگان رپ فارسی داشته. شما مگه از سبک خوانندگی جیدال خوشتون میاد؟ تو کامنت‌ها بهم بگید. خب میرسیم به قسمت جذاب ماجرا، یعنی درآمد این دو خواننده. کوروش تو ترکیه بسیاری کنسرت به همراه گروهش برگزار میکنه. اون تونسته با شهرت زیادش تو اینستاگرام 1 میلیون فالوور فعال کسب کنه که میتونه با تبلیغ کردن محصولات و وبسایت‌ها درآمد کسب کنه. جدا از اینا کوروش تو یوتیوب هم با پخش موزیک ویدیو و فعالیت‌های مرتبط ماهانه از یوتیوب هم درآمد کسب میکنه. فروش بلیت کنسرت و پیش فروش آلبوم‌های خودش هم میتونه مبلغ قابل توجهی به درآمدش اضافه کنه. اما جیدال به زیادی کوروش کنسرت برگزار نمیکنه و بیشتر درگیر بی‌عدالتی‌های ایران برای ندادن مجوز خوانندگی به او بوده. اما مبلغی از کنسرت‌ها و پیش فروش کردن آلبوم خود برای طرفدارانش به دست میاره. او معمولاً توی تورنتو و آنکارا و استانبول کنسرت برگزار میکنه. او درآمدی هم از پلتفرم اسپاتیفای داره. به علاوه این یک پیج اینستاگرامی با 1 میلیون فالوور هم داره که میتونه با مخاطبانی که داره درآمدی از این روش کسب کنه. جیدال هم با انتشار کنسرت‌ها و موزیک ویدیو در کانال یوتیوب خودش از یوتیوب هم ماهانه درآمد کسب میکنه. حالا به نظر شما این خواننده‌های 20 و چند ساله کدومشون قوی‌تر بودن؟ تو کامنت‌ها منتظرتونم.